سلام بچه خوش اومدیم به ویدیو. تو این ویدیو قراره با کیان ماینر بریم و آنباکس لبوبو بکنیم و قرار مودا رو تست کنیم. فقط آنباکس لبوبو نیست و داداشتون شکلات اینجا دوستتون داره. خب صفا و صمیمیت. خب آقا کیان آماده ای؟ چی؟ آماده ای آقا کیان؟ این لبوبوی من اون لبوبوی تو. اومدم. بچه ها این هم تنوع رنگاشه لبوبو خریدیم. خب بریم 3 2 1. من سبز بهم داد دیگه، اینا رو آبی بهم داد. بذار منم بیام. وایسا با هم بریم. خاکستری. خب بودو کیم بودو برس به من. خب بریم خاکستری. صورتی بیام با. آفرین ولی به من هنوز صورتی نداره. آبی سبز. چرا بنفش هم میذارم بچه؟ این بنفش بود آبی نبود. من چقدر دیوانم. واه وایسین ببینیم. من هنوز تمام نشدم. وایسین من بعد لبوبام بچینم. من بهترین خودم کردم. بهترین چه رنگیه؟ صورتی. من فقط به هم چیز داد. اینم هست. خب بچه ها حالا بیا بزنیم زمین بعد. بچه ها این یه چیز خفن داره. میتونین اینا رو اینطوری آویزونتون کنین. نگاه کنین الان این داداش شکلاتتونه. ببینید 1 2. بچه ها من میخوام توی ویدیو آموزش دنسم رو ماینکرافت کامپیوتر براتون بذارم. لبوبوهای همو میذاریم اینجا کنار هم. وایسا منم لبوبوام بذارم. من لبوبوام کجا غیب شد؟ لبوبو بابا همش خاکستری میره. مود چرتیه. فقط بچه ها برسیم به مود من. به من قرمز داده. به من قرمز داده. رنگ پوستمه. من دیگه زیادتر از قرمز رومه. سبز دونشو میخوام نگه کنم. بچه ها این پکازه اینطوری میتونین طور بذارین. نگاه رو خود من بیا نگاه صورتی. بچه ما الان ویدیو رو قطع میکنیم میریم یه مود خفن دیگه. آقا برو بریم. آها راستی بچه ها مودا داخل کانال روبیکامون هم میاد که حالا براتون تو دیسکریپشن قرارش میدیم. کیان آماده برای مود بعدی؟ بله. خب برو بریم. خب آقا بچه ها تا کیان جان داداشمون میاد ما وای میستیم. بچه ها مود باحالیه این. ماشین مستر بینه. کیان جان تو داری میای ها؟ آره برام علامت داره میاد. بچه ها درایو میزنین. بعد بچه ها یه چیز باحال بهتون بگم. خدا نکنین میدونستین ماشین دمیج میخوره بچه ها. سلام کیان. کیان بیا بهت یه باکس ماشین میدم. بهم پول بده بهت ماشین دادم. بیا بریم ادامه مود. چی برامون به هم زده؟ سوارش باشو بریم یه دور بزنیم. بریم یا علی. نه بچه ها شکلات نشسته این مالا داره عشق میکنه. کیان جان وایسا. بچه ها من یه کاری دارم کیان نمیدونه. خب کیان تو برو من دارم میام. برو من دارم میرم که دارم خیلی خوبم میام. یعنی خداترین حالت ممکن رو من دارم میام. برو بریم آقا کیان. این هم دونه ماشین تو کشتم. ماشین منو میکشی. بچه ها اینم یکی از مودای دیگه مونه. مود تفنگ. هر یه ماشین اونجاست. فقط بچه ها این مود تفنگه نمیدونم تیرها مال کدومه. مثلا الان من اسنایپر خیلی دوست دارم ولی تیرشو نمیدونم. به نظرم این مود تفنگی فقط داخل کانال سکولات میاد با ماشینا. شکلات به من میگن شکلات. چرا تیر نمیزنه نمیدونم. کیان تو اسنایپر بردارین برای تو تیر میزنه. بذاره
رو بردارم. اسنایپ. بچه این مود خیلی تنوع داره. زدی واقعا؟ آره مرغه رو زدم. تیرشو به هم میری که من ببینم. کیان تیرشو به هم بده. نمیدونم کدومه. گانه همینه که وقتی بعدش میداری مینویسه SR 250. آره 25 SR 25. آها چجور میزنی تو؟ خیلی بده. آقا جان ما همون گان تروریستیمون کلتو میذاریم تو جیبمون. کاکو ما با کسی شوخی نداریم، با یک کلاشینکوف. خب که میذاریم چی میگی تو؟ بچه کیانو بکشیم. بچه ها بذارین همگی با هم نقشه بزنیم به کیان. فکر نکنم الان دیگه فکر میکنی. از خودم کریتیو شدم، یعنی خودم کریتیو شدم. وساله من کو؟ واسه من بیام برشون دارم. چرا من سروایول شدم به جای تو؟ سب کن دارم برات. بچه بریم کیانو بکشیم. من میشم کریتیو، تو باشو سروایول. الان شد سپر دارم داری نه ترسو کلتمون نمیگیره. حالا که تیر نزم فایده نداره. چه گانایی داره بچه بذاری من یکی از گاناتو بردارم. چقدر وسیله جا کردی تو خودت. 3 دقیقه شد ویدیو. آره دیگه بچه ها میخواستم فقط همین مودا رو بهتون نشون بدم. و بچه ها هم من این کیان بای کرد. خب هم من هم کیان بچه ازتون خیلی ممنونیم که انقدر کانالمون رو تو این چند روزی که زدیم بالا بردیم و واقعا مرسی. تا یه ویدیو دیگه با کیان فعلا خدافظ.